بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای گرامی، دوستای ارجمند. امروزی پیش از این برادر برای حق گوش کرده سبدیم بسیار خوشنود شدیم از قرائت ها و از آواز خوششان. انشاءالله خدا کند که این صدا و این آواز ها از منبرهای تاجیکستان صدا بتد و این با این صدا مردم تاجیکستان از مسجد ها و از منبرهای تاجیکستان بلند شود و مردم تاجیکستان از اینا بهره بگیرد. دوستان ارجمند، دوستان گرامی، دوستان مهربان، میخواستم یک چند نکته را و یک چند مسئله امروز را وابسته به رهبری کمیته امنیت ملی تاجیکستان سینومین یتیموف که امنیت ملی تاجیکستان را به یک سازمان تروریستی و اکستریمی مبدل ساخته است یک کمی صحبت بکنم. چگونه ای که به شما معلوم است سینومین یتیموف دارای معلومات پداگوژی است، دارای معلومات برای معلمی است، یعنی معلم است، معلم زبان تاجیکی است و تجربه کاریش هم در مکتب میانه 15 و 10 نایه فرخار است و تا سال 1996 همچون به حیث معلم کار کرده است و بعد از سال 1996 به ساحه‌های گوناگون و سال 2010 هم رهبری کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدند و پیشتر هم معاون رهبر کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان بودند و یکی از تشکیل کنندگان نیزای سال 2010 در منطقه رشت بودند. یکی از تشکیل کنندگان کشتار قتل سلبت‌هایی که در ناحیه رشت به قتل رسانیدند. یکی از تشکیل کنندگانش سینومین یتیموف که امروز رهبری کمیته امنیت ملی تاجیکستان است که امروز 60 سال دارد، 60 ساله است. میخواستم حرف بزنم. این ابله، این اوباش یکی از سرسپرده های امام علی تروریست است، یکی به خدا هست، یک اتئیست است. و سینومین یتیموف مخصوصا با رحمانوف برنامه‌های را با مردم تشویق و ترغیب بکنند که هم غیر دینی و هم غیر اخلاقی و هم غیر فرهنگی است. من میخواستم فعلا درباره دو برادرش صحبت بکنم. یکی یتیموف جمشید در یک وقت ماشین شوکی رستم خمیر فرخاری میگفتند، ماشین شوکی اون کس بود و امروز یکی از مرکبران های کلانترین در تاجیکستان است، یکی از قاچاقبران کلانترین است و یکی از وارد کنندگان غیر قانونی تیلاواری های در تاجیکستان میفروختگی است که چاله و گوشوار و زر زیوری که زنها استفاده میکنند. یکی از وارد کنندگان قاچاقبرش به طریق قاچاق در قلمرو تاجیکستان وارد میکنند
و در تاجیکستان میفروشند. یتیموف جمشید زیاده از 35 در خانه در شهر سن پترزبورگ فدراسیای روسیه دارد و هر یک خانه یتیموف جمشید دادر این تروریستی امام علی زیاده از 300,000 350,000 500,000 700,000 تا 1 میلیون ارزش دارد و غیر از این چندین ماشین های قیمت بها که ارزششان از 200,000 300,000 400,000 است در روسیه در تگ پای اینها است. برادر عزیز، این یک مرکبران، این یک نشجلاب امروز که تمامی مردم تاجیکستان در تمام سراسر جهان سرخم و سرگردان کرده اند و امروز میبینیم که در ماشین های قیمت بها در بالای مردم ظلم و ستم و جبر و ستم کرده میگردند و یک چند ماه پیش یک چند برادر را از حصار مخصوصا در مناقشه هایی که بین اینها رخ داده بود و اون مواد مخدری که در فدراسیای روسیه به فروش گذاشته بودند از جانب مقامات فدراسیای روسیه دستگیر می شود و یتیموف جمشید این دو برادر حصاری را در خبرکشی گناهکار میکند و از این دو برادر حصاری طلب میکند که تا پولی 200 کیلو هروئین به یتیموف جمشید آورده داده شود. وقتی که با یتیموف جمشید مناقشه بین اینها با وجود می آید، این دو برادر را به قتل می رساند و یتیموف جمشید ده ها و صدها نفرانی جوان و حتی دختران را برای رزولتت کرده با مقامات های فدراسیای روسیه پستویت میکنند، تهمت میزنند، یک نقشه تعریفی میکنند. وقتی که اینها این نفرانی که از اینجا با فدراسیای روسیه میروند یا در داخل یگام تجهیزات یا در داخل کدام سومکه التماس کرده کسی را به فدراسیای روسیه روان میکنه. یعنی که جمشید یتیموف با مقامات های فدراسیای روسیه سخت علاقمندی دارد و مواد مخدر با آنها در قلمرو روسیه به فروش میگذارند و بسیار مردم تاجیکستان با تحت نظارت همین جمشید یتیموف در فدراسیای روسیه تا دستگیر کرده می شود و برای آنها رزولتت نشان داده می شود که آنها هم کار کرده ایستاده و برای خلالدار به ساختن دیگر مقامات و فعالیت این جمشید یتیموف از این کارها استفاده می برند. جمشید یتیموف در بعض معلومات هایی که ما داریم زیاده 10 میلیون دلار در گردش مالی خودش پولی نقدی دارد و غیر از این خانه و در و زمین و ماشین و اینها خیلی خیلی در حسابش، در نامش، در نام خویش تبارش، در نام زنش اینها زیاد است. و دیگر برادری سیمومین یتیموف تروریست و اکستریمیست این عبدالمومن یتیموف با لقب رئیس در ناحیه فرخار نام با همین نام شناخته می شود در فرخار و چگونه که شما میدانید
عبدالمومن یتیموف یک مرد 48 ساله و در ناحیه فرخار با ظلم و ستم حتی چند زمین های مردم را کشته گرفتگی است و زیاده 15,000 سر مال دارد و دارای 6 میلیون دلار است. این با زبان خودش در بسیار جایهایی که مست می شود، پیان می شود، از هوش به هوش می شود، این رقم ها را، این شماره را تکرار به تکرار در نزد رفیقانش، در نزد دوستانش تکرار میکنند. دوستان عزیز، ببینید که یک رهبری امنیت با این دو دادر و خودش چقدر مالکیت مردم رو از خود کردگی هستند. وقتی که یک رهبری کمیته و یک رهبری امنیت اینقدر پول مردم رو غارت میکند، از این پایانش چقدر غارت میکند، معاونش چقدر غارت میکند. اینها همه برای ما و شما درس هستند. اینها همه برای ما شماره‌هایی هستند که باید دقیق دانیم که اینها کی هستند، اینها چی هستند. تمام مالکیت خود به خارج کشور برآورده یتیموف. در نام دخترش فاطمه که الان در کنسولگری تاجیکستان در فدرال روسیه کار میکند در شهر مسکو، فاطمه یتیموف تمام مالکیت در نام حتی فاطمه یتیموف کرده است. فاطمه یتیموف دارای دو شهروندی است، هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی فدرال روسیه است و هم اقامه کشوری بلژیک را دارد. غیر از آن که شهروندی روسیه است و غیر از این اقامه شهروندی بلژیک را دارد. و یتیموف یک فرزندش در بلژیک دارای یک خانه بزرگ است که ارزشش به 6 میلیون دلار برابر است. دوستان عزیز، ببینید که امروز حکومت را کی میخرد؟ حکومت را کی فریب میکند؟ 4 تا به خدا، 4 تا پدرنالتی که امروز در سر مردم ظلم میکند، در سر مردم ستم میکند، در سر مردم چیکار میکند؟ قانونهای نانوشته خود عملی میسازند، تطبیق میکنند. این 4 تا اهریمنی که امروز از نام ملت دولت حرف میزنند ولی شب و روز در غم جیب مردمند، شب و روز چگونه این مردم با هر راه و واسطه تحقیر کنند، تهدید کنند و در اصل امروز زیانکار و پس زننده این نام این ملت مردم خود این اولاد است و خود این اولاد یتیموف است و خود این دادران یتیموف است، این خود برادران یتیموف است که زمین های فرخاره گرفته قیده کرده فروخته، زمین های مردم از خود کردن فروخت. اما عبدالمومن یتیموف از همه یک بچه ظلمکار، یک پدرلعنت پیانوسکه، یک التر، یک الکش زمین های مردم مجبورن از دستش کشیده گرفتگی است. مردمی که این زمین ها را گرفتگی است امروز من آمدن حرف زدن. وقتی که ببینیم یک التری الکشی ابلهی لعنتی دادر یتیموف، یک حرام، یک کلموش امروز زمین های مردم را کشیده میگیرد، یک حرام زاده، یک این بخرد خلق، یک قطغن. نمیدونم این چی اولاد است؟ اینا چی اولادی هستن که امروز برتر این ملت، برتر این دولت این کشور داد شدند؟ یک ابله احمق آلکش امروز چیکار میکند؟ زمینای مردم هم رود میگیرد. از کی استفاده میبرد؟ از یتیمی که پدر لعنتی احمق، از یتیمی که تروریست، از یتیمی که اکستریمیست، از یتیمی که پدر لعنت که در بدخشان رفتن مردم ترور کردن، در
رفتن مردم ترور کردند. یک پدرلعنت آدم کش، یک تروریست، یک ابله احمق دوبارش امروز این دست به جیب مردم دارد، دست به زمینه های مردم میزند. با از دیگران دوله میگیرد، میره پیش مردم دوله میبندد، از خواجگی دهقانی دوله میبندد. این عبدالمومن یتیم و پدرلعنتش. ببینین امروز نرکبران ها کیا هستند؟ ببینین امروز نرچجلابان کیا هستند؟ دادری پدرلعنتی رهبری امنیت، دادری پدرلعنتی یتیمov، این اولاد کثیف، این اولاد حرام در نزد رحمانov، نرچجلابان، تروریستان، قاتلان جمع آمده. هم تلاواری شد قاچاق میارد، هم نارکوتیک زنی مثلا مشغول با مواد فروشی نارکوتیک مشغول است، هم با زدن جیب مردم، هم با بالای مردم ظلم کردن و از مردم رشوت گرفتن. ببینید یک نفر دادری، یک پدرلعنتش اینقدر بالای مردم ظلم میکند. چی رسد به دامادای رحمانov، چی رسد به خداهای رحمانov، چی رسد به این پدرلعنتی رحمانov تروریست، چی رسد به خیش توان و دخترانی این فاحشه رحمانov. این پدرلعنت ها، این رحمانی که حرامزاده اطرافش همه نرکبران ها است، نرچجلابان هست، قاتلان است، تروریستان است. اینها یک حکومت تروریستی هستند، یک حکومت قاچاقبر است، یک حکومت نرچجلاب است که بالای مردم امروز ظلم میکند، بالای مردم جبر میکند. این جمشید یتیموفش 2 نفر را به قتل رسانده است از ایثار. 2 اکا و داده را در یک روز میکشند، در پاکت ها میاندازند، در پاکت سیاه میبرند، در کیم کدام جا گور میکنند. 2 نفر را میارن میگن این کار شما بگردن بگیرید، این کار شما بگردن بگیرید، ما شما را در ترمک با مثل گوهره که چشم نگاه میکنیم و یک چند سال پس از اینجا میبراریم شما را و بازم برای شما خانه و در همه را مهیا میسازیم. اون 2 نفر بگردن میگیرن این طوره. ولی قاتل اساسی این همه ابلهی و احمقی که یتیموف جمشید است، این نکبران است، این ماشین شویکی رستم است، رستمی ترخاری میگفتن، خمیر میگفتن، بیچار نفر ها میشناسن اونا. این همون ماشین شویک بود، این همون نرکبان امروز کلان شده است. امروز نرکبرانی هست که دیگر ماشین ها و این ماشین هایی که در این ماشین ها نارکوتیک بار کردگی است، این دیگر در چه داده میگذرن این املیس ها و امنیتی ها. امروز این 4 تا نرکبران در تمام جهان وقتی که میگویم من از تاجیکستان هم، اول فکرش در میرود نارکوتیک، اول فکرش در میرود که فکر میکند که این نرچجلابان است و دوم میرود میگه گستربیت ایران. این 4 تا ابلهی اوباش احمقی امروز آمده این ملت با این تمغه یادآوری کردن در نزد دیگر ملت ها. این 4 تا نرکبران، این 4 تا بی‌شرفی بی‌ناموس بالای مردم ظلم کردن. این ذهنیت های دیگر خلق ملت ها را 4 تا بی‌ناموسی نرچجلاب خراب کرد. امروز نرچجلابی را کی میکند؟ رستم رحمانov میکند، حسن اسدالله زاده میکند، معاونی شیرعلی چی نام داشت معاونش، اون میکند، معاونی وزیر کارهای داخله شیربینیش میگن، اون میکند، رحیم رمضان دادرش میکند. اینا تقسیم کردگی هستن. امروز نرچجلابی دست اینها است، نرچجلابان اینها هستند. این نرچجلابان امروز نام ملت بر زمین افکندند. 4 نفری که امروز در سر قدرت نشستند
از حکومت رحمانوف تروریست حمایت میکنند، اینها منافعشان هست. اینها از این ملت از این دولت فایده میگیرند. اون روس‌هایی که این رحمانوف حمایت میکنند اونها نقشه جلاب هستند. اون جنرال های روسی که رحمانوف حمایت میکنند از نقشه، از فروش یرا، از همه اینا فایده میگیرند. اون روس‌ها هستند. اون روس‌هایی هستند که از رحمانوف حمایت میکنند و در اطراف رحمانوف چرخ میزنند. به خاطر چه است؟ به خاطر نقشه جلابی است. از نقشه جلابی فایده کلان میگیرند. زیاده در یک سال 80 تانه طریق تاجیکستان با فدراسیون روسیه و دیگر کشورها مواد سخت تاثیر هروئین انتقال داده می شود. منافع این هم در روس‌ها است، هم در تمام مقامات های تاجیکستان است و هم در تمام وزیرها و کبیرها و مثل این یتیموف جمشیدک پمشیدک است. 4 نفر ابله امروز فایده ای نمیگیرد، ولی تمام مردم بیگناه مسلمان تاجیکستان در ترمه‌های روسیه با این تمغه ها، با این تهمت ها شیشتگی هستند. بسیاری از آنها دست به این کارها نزدند. من 70 نفرهای را میدانم که دست به این کارها نزدند، ولی به خاطر رزولتت کردند. مقامات روسیه از این تاجیک استفاده کردند، از این مردم تاجیک استفاده کردند. مردم ها بودند با همین تمغه در پشت پنجره نشان شیناییدند. اونا هم میگن ما کار کردیم، این از این قدر تاجیک قبیدیم، ولی مرکبران اساسی با آنها همکاری دارند. ولی خاکپاشی هم در نزد جامعه روسیه است، هم در نزد جامعه تاجیکستان است. این هم 4 نفر افغان تهمت زده میارن در سرحد تاجیکستان محکم میکنن. اون هم باشد 4 نفر تاجیک در اونجا محکم میکنند. این ما قبیده سیم. ولی تشکیل کنندگان تمام این حرکتی هستند خود حکومت رحمانوف است. خود حکومت رحمانوف است مرکبران. این ملت، این مردم دست به این کارا نمیزنند و یک نفر عادی این کار کرده نمیتواند. اگر یک نفر نداند که پشتش این یک مقامات میستد، دست به این کار نمیزند. اینا هستند که دست به این کار میزنند. و امروز این ملت، این مردم در تمام دنیا اینا سرخم کردند. در تمام دنیا این 4 تا ابله اوباش، 4 تا خدازده، 4 تا بدین، 4 تا احمق ابله چی کردن؟ سرخم و سرگردان کردن. همه اینا حساب کنید دوستان، همه اینا بینابت بگیرید. بینابت بگیرید که در تاجیکستان چنین یک نفرها وجود دارد. در تاجیکستان هستند نفرانی که امروز در پی چی هستند؟ جمع آوری پول و مال هستند. نه در پی از نام ملت حرف میزنند، از نام ملت گپ میزنند، نه که در پشت سر ملت چیکار میکنند؟ شطه میزنند. کودک سنگ این ملت در چاه میافکنند. کودک سنگ این ملت، پیر و جوان این ملت در آغوش غم و اندوه میکشند. جیب این ملت میزنند. در ناموس این ملت دست میرسانند. به ناموس و دین اعتقاد این ملت بازی میکنند. از منبرها بلند از نام ملت حرف میزنند. چی کاره برای این ملت کردن که اینا حق دارن از نام ملت حرف بزنن؟ مگر اینها را ملت، این مردم تاجیکستان انتخاب کرد؟ مگر رحمانوف را مردم تاجیکستان انتخاب کرد؟ این فاحشه را کی انتخاب کرد؟ کسی انتخاب نکرد. این ابله احمق خودش در این منبر با یراق اصلیه ها آمد، خودش با قتل و کشتار مردم آمد و امروز آمدن از نام ملت حرف میزنند. از نام ملت حرف میزنند، قاشق از نام ملت میفروشند، از نام ملت میرن قرض میگیرند، قرض در کیسه خود میزنند، از نام ملت طلبندگی میکنند، طلبندگی را در کیسه خود میزنند. پس برین از نام خودتان، از نام آله رحمان قرض بخواهید. برین از نام اونو رستمک، آزادهک، پدر لعنتای فرزندکات برای قرض طلب کن. چرا از نام ملت میرید قرض طلب میکنید؟
چرا از نام این ملت گدایی میره؟ کاری رحمانوف تنها هر روز چی است؟ گدایی است. این گدا، این پدر لعنت، این از روزی آمد این گدا بود آخی. این گدا اگر میخواهد گدایی کند، برود از نام فرزندای خود گدایی کند. از نام این روستا این پدر لعنتی گراین نشه جلابش گدایی کند. نه از 4 تا مردمی کمبغل، 4 تا مردمی کمبغل میبرند نامشه، میگن این مردم چی است؟ نام ندارد، چای ندارد، روغن ندارد. کمک بکنه این مردم. این کمک کجا میرود؟ کسی از شما کمک گرفته در 10 سال اخیر؟ کسی از شما نگرفته؟ این کمک ها کجا میرود؟ این کمک ها هم از دستی کیسه رحمانوف میرود، هم از خانه رحمانوف میرود، هم از بانک های شویتزاری رحمانوف میرود. این گداها میروند از نام من و شما طلبندگی. این گداها میروند از نام من و شما طلبندگی میکنند. از نام من و شما در عرصه بین المللی میبرند، حرف میزنند. نخواد 4 تا اتئیستی پدر لعنت که فقط شب و روز در فکر منافع شخصی خودند از نام من و شما حرف میزنند. نخواد 4 تا هیروئین فروش، 4 تا ابله احمقی این بی‌ناموس برای از نام من و شما حرف میزنند. امنیت ملی تاجیکستان در خطر است. برای چی؟ برای آنه که در امنیت یک غیر ملی ما و شما ایستاده است. از ملتی ما و شما نیست. این آدمی است که در حیاتش نه ساحه حقوق، نه ساحه KGB، نه این نخواندگی نیست. هیچی را بو نمیبرد. غیر از پر کردن اینجا بی خودش دیگر چیزی را نمیداند. غیر از سفارش های اجرا کردن سفارشان خارجی خود دیگر هیچ عملی را نمیفهمد. تنها اگر که این خواجگان خارجی یتیموف اگر هر سفارش به این کلموشک، به این پدر لعنت یتیموف دهد، همون وقت ببینی که اون سفارش اجرا می شود. اگر گوید در جامعه تاجیکستان فلان نقشه ما را تحریزی شده ما را شما بررسی کنین، نه باید گفته فردا میبینی که تمامی امنیت، تمامی رهبریت ها شکار کرده ایستاده است از پشت اجرای این نقشه است. این ابله احمق به منافع ملت و دولت کشور ما نیست. این یک دزدک است، این یک نرکبران است، این یک فاحشه است، این یک بیخدا است، این نفری است که بر ضد دین من و شما چیکار کرده است؟ نقشه کشیده است، بر ضد دین من و شما مبارزه برده است. این همون نفر است. این نفری است که بر ضد منافع ملی، بر ضد فرهنگ ملی همه ما و شما چیکار کرده است؟ مبارزه برده است. برای همین عزیزان من، امروز ما در حکومت ما کسی نداریم که تکیه به این نفرها کنیم. تکیه به این نفرها کنیم بگیم که این نفر میتواند در آینده پیشبر این کشور باشد. 4 تا دوست هستند، 4 تا بی‌شرف هستند، 4 تا بی‌ناموس هستند که امروز چیکار کردن؟ در سر قدرت با فرمان رحمانوف، با عملی سازی خواهش‌های رحمانوف نشستند. یکی از اینها منافع ملی و دولتی کشور ما و شما را پیگیری نکردند و پیگیری هم نمیکنند. اینا نه دانید شما، اینا نه فهمید برادران شما که چنین یک شخصیت های پدر لعنت، چنین یک شخصیت های حرام در جامعه تاجیکستان در اطراف رحمانوف جمع آمدگی هستند. اینها همه تروریست هستند، اینها همه اکستریمیست هستند، اینها همه قاتل هستند. برای همین از این قاتلان باید پرهیزی کرد. در مسئله یک 4 روز پیش یا 4 روز یا 5 روز پیش در پیش آریانبنگ روی چایخانه راحت شهر دوشنبه ده، وقتی که رحمانوف در اونجا یک زبیربنک میکشویند، رحمانوف در همینجا میآید، در نزدیک همین بانک میآید برای کشادش کردن، برای ساختمان، برای آغاز کردن ساختمان یک کاوش سمنت میریزد. وقتی که یک کاوش سمنت میریزد
بعد در اطرافش دخترها را یوبکه و همین آزاد ده به معنای درستش آزاد پوشان پوشیدگی، دخترهایی که آزاد پوشیدگی هم که دیگر پیشهای برشان هم میتابد، دیگر دستهاشان هم خوب میتابد، پایهاشان هم خوب میتابد. طرفی اونها نگر نظر میکنه، تبسم میکنه. این واقعیت است. این دوستا بر آمدن حرف زدن، گفت طرفی دخترها میبره تبسم میکنه، نگاه میکنه تا تبسم میکنه. همین پدر لعنتی به ایمانی رحمانوف طرفی این دخترها 18 و 20 و 22 هم خیلی هستن سن سالشون، طرفی اونها گشتن و خنده کردن. یک تحقیر. دوم مثلا میگوید که اگر که در راه شما حجابداران را، اون مردمی که لباس ما را استفاده نمیبره، فرهنگ ما را استفاده نمیبره، لباساشون را بکشین، لباساشون را بکشین میگه، حجاباشون را بکشین میگه. سری اون دخترها میگه این لباس چیکار کرده است، این لباس چیکار بده. سری اون دختر این لباس خیلی شما رو شکوفانده است. در اون لباس ها نشکفتن دخترها، در لباس های حجاب و محکم اینا نشکفتن. مفکوره یک پدر لعنتی اتئیست بالای مردم چنین است. مفکوره آزاد ندارد، مفکوره تنگ دارد، مفکوره تحریزی شده دارد، سپارش دارد، بالای مردم چنین ظلم میکنه. با یک سخن در دل خود کشورها انقلاب شروع می شود. یک سخن خطای رهبر از وظیفه‌اش میکشند. بعد از این طرفی وای نگاه میکنه، طرفی مسجد، از اون طرف میگن همین مسجد از اون پیش چایخانه راحت ده، از پیشش از اون وقتی که طرف اوریون بانک میروی اون راهی مسجد میشود، مسجد مرکزی میشود. همین مسجد مرکزی را میگه که همین مسجد مرکزی همین شهر را بزرگ کرده است، همین شهر را بزرگ کرده است. میگرده و دور میخورد و میرود. این سخن رحمانوف است، این سخن امام تپک است. اینا خوب دانین برادران، خوب دانین که رهبری شما کی است. رهبری که شما انتخاب نکردید، رهبری که یراق اصلیه در دستش بالای شما تیر میاندازد کی است. باید در مقابل این دجال بمیسی خودش، بمیسی نقشه های خودش چیکار کردن؟ نقشه برقرار کردن در کار، مقابل خودش مبارزه بردن در کار. با این گپی خوب نه رحمان و فلان به مدام نه، رحمان و پدر لعنت اکستریمیست تروریست است. تمام باید این برکنار شود. ما دیگر هیچ گپش قبول نداریم، حرف براش نداریم، ما هیچ مکالمه با این نداریم، هیچ شیشته و هم صحبت شدن با این پدر لعنت نداریم. فقط تنها و تنها چی است؟ راه ما مبارزه، راه ما انقلاب است. تمام و تمام باید در راه انقلاب ما آمودگی ببینیم، در راه انقلاب میانمون را بندیم. این انقلاب انشاءالله رحمان خداوند این انقلاب برای مردم تاجیکستان می آورد. برای ظلم در تاجیکستان به نهایت بالا رفت، فساد به نهایت بالا رفت، ظلم ستم این حکومتداران میان این مردم شکست، دین مردم شکست، ناموس مردم شکست، پرتی مردم هم میشکنند. امروز شهرمردای برآمدن، شهرمردای قطارن در قبطی ما که امروز میان این حکومت، میان این تروریستا را میشکنند. اینا تروریست هستند، اوباش هستند. این اوباشان که امروز از نام کنستیتوسیا و غصب حاکمیت فلان بیسمدان میگن، چند مراتب حاکمیت غصب کردن. اینا سالی 92 غصب کردن حاکمیت، سالی 94 غصب کردن حاکمیت، سالی 99 غصب کردن، سالی 2006 غصب کردن حاکمیت، سالی 2013 غصب کردن حاکمیت، سالی 2000 غیر از این سالی 95 انتخاب پارلمانی، سال 2000 2005 2010 2015
11 مراتبه این پدرلعنت‌ها حاکمیت خلق غصب کردگی هستند. 11 مراتبه. امروز میخیزن با میگن که حاکمیت خلق از جانب یک گروه برای تغییر دادن ساختار انسانی حرکت میکنن. ما باید اینا را چی؟ اکستریمیست اعلام کنیم. 11 مراتبه پدرلعنت‌ها حاکمیت خلق غصب کردگی هستند. 11 مراتبه غیر قانونی در حکومت چی کردن؟ حکومت کردگی هستند. 11 مراتبه. امروز میخیزن از حکومت خلق گپ میزنن. امروز میخیزن مردم میگن، ملت میگن. اول خدمتاتون برای ملت بید. خدمت همون است که شما 157,000 این ملت کشتند. خدمت همون است که امروز این ملت زیاده از 2 میلیونش را مهاجر ساختند. خدمت همون است که امروز کودکان یتیم و بیمار زیاده از 5,000 از داروهای تقلبی رستم رحمان به قتل میرسند. همین است. 5,000 است برادران. 5,000 زیاده از 5,000 کودک در تاجیکستان، در کشور تاجیکستان از داروواری هایی که تقلبی هستند که رستم امامعلی اینها را وارد میکند از این جان میبازند. همین اگر خدمت های رحمانوف باشد خیلی بگوید که این خدمت های ما است. ولی همه اینا میبینید، همه اینا در داروخانه ها شما میبینید، همه اینا هر روز میشنوید. این خدمت نیست برای ملت. این خدمت نه، این خیانت است. این قتل عام است. این قتل تیفلکان است. این قتل نفرانی است که امروز نمیتوانند در مقابل این دجال، این بدبخت حرام رحمان و برق بخیزند. این قتل است. زواد، فابریکه، همه اینا را نیست کردند در دوام این حکومتداریشان. اقتصاد کشور را بردند. تمام این 80% تجارت در دستی کی است؟ در دست خانواده رحمانوف است. اینا یکاش انداز نمیسپارند. یک شرکت های اصلا اسدالله‌زاده اگر این پدرلعنت انداز سپارد تمام این ملت از این مشکلات آزاد می شود. ولی نه انداز، نه غم ملت، نه غم مردم در فکر اینها نیست. امروز ببینید که یتیم و فسباینده تدادر دیگر که ما امروز معلومات دربارشون گرفتیم، ببینید چی کارها میکنن. ببینید که یتیموف جمشید عبدالمومن یتیموف چی کارها میکنن. باید اینا ریشه‌کن کرد. هر یکی این دادر و خواهر و برادر داشته باشد این ملت پوست کردن، این ملت استخوانش ریزه کردن، میدکن آرد کردن این اوباشا. برای همین روز باید که ما خوب اندیشه کنیم، خوب اندیشه کنیم در مسئله انقلاب آموده شویم. انقلاب نزدیک است، نصرت خداوند نزدیک است. فقط بیاید قبط درست بستیم، مردانوار در میدان بکشیم خدمانه. باید ما مبارزمون را مستحکم کنیم. دل خسته نشین، دل شکسته نشین. در مقابل شیطان برآمدید، در مقابل ظالم برآمدید. انشاءالله همه طرف برای ما پیروزی است. انقلاب میشود، انقلاب نزدیک است، نصرت خداوند نزدیک است. فقط ناامید نشوید، جسورانه، دلفرانه، با امید آینده نیک، با امید سازندگی این کشور برای فراهم آوردن شرایط ارزنده برای هر نفری مردم تاجیکستان چی باید کنیم؟ تلاش بورزیم، کوشش کنیم تا اخیره، تا دوره‌ای که جان در تن مانه برای آزادی این ملت، وطن مانه آزاد کنیم. زمین ها مانه دیگر نفروشند، زمین ها مانه بر بگردانیم. همه دست رفت، این ابله همه را فروخت. و همین خاطر سخت کوشش کنیم برادران. باید امروز در مسئله سیاسی اینفرماسیا خیلی مستحکم کار کنیم، خیلی میانتون را مستحکم بنده حرکت کنیم.
تمام شبکه‌ها در اطلاعات را پخش کنید، گرد زنید، صحبت کنید، کاریکاتورها کنید، رحمانوف عنوان تروریست بدین، حکومت چه این یتیم تروریست، همه این عنوان بدین که این پدرلعنت‌ها دانند که مردم تاجیکستان میدانند که اینها تروریست هستند، اینها اکستریمیست هستند، اینها نفرانی هستند که برای این ملت، ضرر این ملت، خف این ملت فعالیت میکنند. این فعالیت اینا بر ضرر این ملت دولت است. یک گروه تروریست، یک گروه اکستریمیست آمدن امروز قدرت گرفتن و بالای مردم حکم میکنن. باید مردم در برابر اینا در استرس ماس اینفورماسیون، ادنا کلاسیک، فیسبوک چقدر مستحکم مبارزه بریم. اینجا ما شما دست بالا میشویم. مرحمت برادرای عزیز، سوال جواب کنیم و بعدا با صحبت و در رفتی سوال جواب ادامه میدیم. مرحمت برادرای، یک سوال بتین و یک جواب میشوله بر شما میگردونیم. السلام علیکم گدای شرف الدین. حاضر در رادیو آزادگان خواندم که ویدیوش برندگی یک زنه در دادگاه کشیدیم. به کدام مقصد همینه من نفهمیدم. همینه دیدگی باشد یک گفتید یک زنی حجاب پوش. استاد محترم برادری مبارز شرف الدین گدایف، سوال از نام یک مادری تاجیک چنین است: امروزها در تاجیکستان ابله‌ها را بسیار بروقت سر کردند و سبب بروقت سر شدن این ابله‌ها چی است؟ این امام علی سبب فرزندهای ما را بروقت به ارمیه گرفتنش چی است؟ و همه را به سمت مرز افغانستان جمع کرده بردنش را به ما معلومات میدادید. آیا این فرزندهای ما را به جنگ آماده کرده ایستاده است و یا یگان گپی دیگر است؟ سلامت باشین برادر و پای عزیز. برادر عزیز، در مسئله یک خبرنگار است که در وابسته به تقلبی و گرانگور می شود و این شما میتونید که در بارش زیادتر خونید، انشاءالله که میفهمید. و در مسئله ای که آیا به مرز تاجیکستان بسیار عسکرها را دعوت کرده سند و پیش از مهلت عسکرها را به خدمت حربی دعوت کرده سند، اینه که ترس است. پای عزیز، این ترس است و چگونه که ما و شما میدونیم رحمانوف میخواهد که با این ترس فکری مردم رو با مردهای تاجیکستان ببرد. یعنی که رحمانوف فکر میکند که اگر که من امروز مردم را گویم که از افغانستان بالای شما حمله میشود، مردم تاجیکستان کوشش میکنند که با مرکز، با دوشنبه چیکار کنند؟ زیادتر همکاری کنند، با حکومت رحمانوف همکاری کنند. یعنی که به واسطه ترس میخواهد که حکومت در مرکز نگه بدارد. یعنی که این میخواهد که از افغانستان حمله میشود، از افغانستان فلان و بیسمدان میشود، ما باید طرفی مرزها برویم، ما 50,000 نفر خیزاندیم، یک حالت آموده باشی به جنگ گرفتیم. این همه چی است؟ برای در ذهنیت مردم آوردن ترس است. آوردن ترس است که حکومت مرکزی تروریستی رحمانوف از بین نرود. این یک نمود جنگ اطلاعاتی است، یک جنگ اخباراتی است که با این جنگ مفکوره مردم، ذهنیت مردم میخواهد پایان بیارد، مردم آرام بسازد، مردم طرف خودش بیارد. که گویا کدام اسلامیست، کدام نمیدونم تروریست، کدام نفر از افغانستان حمله میکند بالای مردم تاجیکستان. نه، امروز مردم تاجیکستان در داخل تاجیکستان هستند. امروز این مردم تاجیکستان انقلاب میخواهد. امروز مردم تاجیکستان در داخل تاجیکستان انقلاب میخواهد. نه از مرز، نه از جای دیگر، از داخل تاجیکستان. ما از داخل تاجیکستان میخواهیم انقلاب. فکر مردم و ذهن مردم به مرزها نبرد. ما در داخل تاجیکستان میخواهیم که رحمانوف هر چیز زودتر حکومت تروریستی و اکستریمیش از بین برده شود. و سببی که امروز
سببی که امروز نو اسکران رو نو جوانان رو به خدمت حربی پیش از مهلت دعوت میکنند، در قوای ارتش ملی نمیرسد همون نفرها. مجبور است از جوانان، از نفرهایی که اما автомат در دستشون قبیده نمیتونند، از همونا میخواد استفاده برد. آخر مردم توبکی با یراق از یراق اصلی رحمانوف سر خم میکنند. یک روز سر بالا میکنند، دیگر نه اصلیه و نه یراق، دیگر هیچ چیز برای این مردم چی نمیشود، زیر ترس نمیرود، مهم نمیشود. همو افسر عسکر بالای رحمانوف چی میکنند؟ حمله میکنند. رحمانوف هیچ کس حمایت نمیکنند. رحمانوف نه عسکر نه افسر، هیچ کس توانمندی یا آموده نیست که برای رحمانوف خودش قربان کند، مادری خودش قربان کند، پدری خودش قربان کند. کس رحمانوف یک تروریست است، یک ابله فاحشه احمق است. برای این کی آموده است که خودش قربان کند؟ امروز وای جنگ اطلاعاتی برده ایستاده است. ذهنیت مردم میخواد با این راه و واسطه خراب بسازند که از فلان جا حمله میشود، باید که ما مرزها را بقطعیم. مرحمت مرزها را بقطع. ما انقلابی که در داخل داریم اون انجام میدیم. هیچ کشور هم حق ندارد که در انقلاب ما یک جا شود. هیچ کشور. ما انقلاب از بین بردن حکومت تروریست و اکستریمیست رحمانوف داریم. ما انقلاب ما در این سمت روانه کرده شده است. ما سیر شدیم. ما از این ظلم و ستم و از این جبر رحمانوف این مردم این ملت سیر شدند. دیگر این ملت طاقت ظلم این اولاد این خانواده را ندارد. رحمانوف این نقد میداند. رحمانوف میفهمد که ملت با این پدرلعنتی عائله رحمانوف نیست، با این سگ بچه ها پدر سگ های رحمانوف نیست. اینم رحمانوف خوب میداند و به همین خاطر کوشش کرده ایستاده است که با ترس با هراس، یکی از استراتژی هایی که مردم قبیلگی است، با ترس قبیلگی است. این ادامه همون ترساندن ها است. با همین ادامه ترساندن ها میخواد مردم چیکار کنه؟ زیر ترس قرار بده، از ترس مردم حکومت کنه. از ترس مردم حکومت کردن میخواد رحمانوف. برای این ما باید خوب دانیم اپای عزیزینه، باید خوب مردای جوان تاجیکستان خوب دانند که همون لحظه که سر بالا کردن رحمانوف سقوط میکنه. ترس مردم که شکست، رحمانوف هم میبینه یک موش بچه، یک کلموش در کنج دیوار ایستادگی است با اولادش، با همون موشای نسککش. اینا زیر ترس مردم قبیدگی هستند. در زیر ترس هراس مردم از زیر حکومتشون قرار دادگی است. و همین خاطر ما باید از این سفسطه ها و از این شیطانی های رحمانوف نترسیم. مستحکم میانه بندن. همه میدونن که مردم انقلاب میخوان. مردم تاجیکستان است. تمامی که امروز میخوان که انقلاب کنن مردم تاجیکستان است. و همین خاطر باید که ما آموده یک انقلاب باشیم. از این افسر و عسکر که دعوت میکنن از اینا باید چشم هراس نداشته باشیم و انشاءالله هیچ کس سمت طرف رحمانوف نمیخیزد و همه میدونن که اگر طرف رحمانوف بخیزند هم آینده زندگیشان چی میشود؟ برباد میرود، زیر سوال میرود، زیر عذاب شکنجه بزرگ میرود که این ملت برای اونا جزا حتما میده. برای هر عمل کرده ای که امنیت در رفت انقلاب انجام میده، برای هر نفری که از رحمانوف تروریست حمایت میکنه جزا میده این ملت. برای یعنی چی امنیتی باشد، چی افسر باشد، چی عسکر باشد، از حاضر خیلی خوب فکر کند که در این خطاگی که هست در این خطاگی راه نده. مرحمت دیگر سوال باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال من چنین است: شما میگی که مقصد امام علی گوسواره و بیسوادایو در سر دولت، برای چی او بیسواد تونیست مقصد همه طرف دولت کپیده و آدمای وسواد مثال مثل شما و مثل دیگر اپوزیسیونرایی که افغانستان اومدن دانشمندا بودن نتونستن؟ التماس جواب بدید. تشکر زیاد برادر عزیز. بسیار دانشمندایی که اگر زندگی نامه و
سیاستنامه رحمانوف نظر کنید و رحمانوف از وقتی که در سر قدرت آمد، اول اینکه با کمک های روسیه و ازبکستان آمدن، یعنی که با یراق و اسلحه و تانک و توپی که اینها گرفتن از روسیه و از ازبکستان، با این واسطه آمدن. و سببی که امروز چرا دانشمندان نتوانستند که حکومت کنند؟ وقتی که رحمانوف یراق بود، اسلحه بود، هیچ وقت از دانشمندها استفاده نمیکرد، از یراق استفاده میکرد بالای مردم و مردم از یراق و اسلحه، از کشتار و قتل این بیرحمانه میکشت. اگر مردمی غرب گوش کرده ایستاده باشد، مردمی که پیشتر بودن، در غرب طیاره ها قتل مردم زدن، خانه های مردم طیاره ها قتل، همون ورتالیات های که ازبکستان و قزاقستان و روسیه بالا شد زد. مردم به مثل ببخشید اکا. سلام علیکم برادر اسلام. اکای شرافیدین درباره مرگ برادر عزیزمون عمر علی قواتوف کمی همیشه در معلومات میدادین که سلام علیکم و رحمت الله. اکای شرافیدین بسیار خوب گفتید، راست گفتید. ما با مردم غرب هستیم. بعد همچنین نقل میکردن که حتی بمب‌های ازبکستان نگاه می اومد میزد، حتی خوندن دیدن چندتاش نکفید، دیدن همین کارا که ازبکستان بود. و این رو در فیسبوک نوشته است که اکثر جوانهای تاجیک در غیر کشور با افراطگرایی مبتلا شدن. نه او بدبخت کور خوندگی تو کافر لعین، ما در اینجا جمع شدگیم زیر افراطگرایی شما کافر بدبخت. انشاءالله با ما بسیارتر جمع میشیم تا چند شما چکنه میخیر لعنت. السلام علیکم برادر عزیز. من خودم شاهد هستم، والله که من شاهد هستم که از بالای سر ما چند نفر بدیم بمب را که وقتی هوی کرد انا رفت زد 40 نفر مرد. اینا زیاده انا همه زن مرد کم بود، همش در این رایی که راست یمی ترسه که قشلاقی بلگی میگن، تای قشلاقی همون جایی که زندگی میکردیم همونجا انا قشلاقی بلگی که اینا کدومی در پرسی میگه یک چیزا اینا والله که اینا می چیزا من بچش تشکر جناب برادر عزیز. میگذاریم ما سوال این برادر در جواب بگردانم و بعدا انشالله که شما چطور بکنید. این برادر عزیز وقتی که اینا از یراق اسلحه بالای مردم استفاده کردن، بسیار مردم کشتن، بسیار مردم کشتن، در دریاها انداختن، بسیار بالای مردم دخترها رفتن تجاوز کردن، تجاوز دخترای قدرسی 14 15 13 18 هر تجاوز کردن. اینا مردم دیدن، این مردم تا حالا مردم زنده. یکی بعد دوم مسئله را نگاه کنید که بعضی وقت دادا جان عطاالله بسیار این معلومات را با تمام نام و نسب و کدام نفرها را کشتگی است میبراره. یعنی بسیار یک ارخیو خوب هم دارد از همون دوره‌های جنگ که رحمانوف چقدر آدم دانشمند کشته است. شما نگاه کنید که تمام یک نفری که در مقابل رحمانوف میبراید میگه که رحمانوف آخه این کاری تو غلط است، اون نفر کشته میشود، اون نفر نابود کرده میشود. تمام ژورنالیستان دانشمندان تا امروز در شکار رحمانوف قرار دارند. اگر دانشمند باشی در تاجیکستان به گفته رحمانوف اگر کار انجام ندهی باید تو چیکار شد؟ قتل شد، باید تو قتل بکنند. این بی عدالتی و بی انصافی رحمانوف تمام مردم دیدن، مردم هراس گرفتن. چقدر مردم از رحمانوف ترسیدن، از این تروریست ترسیدن، مردم زیر ترس قرار گرفتن. دانشمندا از ترس خود از کشور بیرون شدن، رفتن در خاموشی را گرفتن، از در کشور خارجه دانشمندا را کشتن. هر نفری که در مقابل گپ میزد در خارج کشور رفتن کشتن. اینا رهبریت من و شما را چگونه کشتن؟ خدا رحمت و مغفرتش کنه عمر علی قواتوف.
این عمل باز کدام دانشمندی دیگر جرأت میده که باید در مقابل اینها برخیزد؟ اپوزیسیا را در مابینش اول چیکار کردن؟ فتنه انداختن، فتنه را وارد کردن در ویروس را. اپوزیسیا را تقسیم کردن، کلاب شد بردن، گفتن شما کلابی. غرم آوردن، گفتن شما غرمی. خوجنده بردن، گفتن شما خوجندی. بدخشان هم گفتن شما بدخشانی. حصار قطعی ریگر بودن، گفتن شما حصار ریگری. دوشنبه را آوردن، گفتن شما دوشنبگی. وحدت بردن، گفتن شما وحدتی. همش با ماینش تقسیم کردن گروه قطعی. بعد گفتن فیده را باندازین. فیده را انداختن، هر یک چت علاهیده زد. هر یک چت علاهیده زد نیست کرد. علاهیده زدن نابود کردن. به خاطر چی؟ توانستن که فیده اندازن. توانستن که در بین مردم فیده اندازن. و هیچ دانشمند و هیچ وطن دوستی که برای دانش داشتن خیر این ملت میخواستن به کارهایی که رحمانوف کرد قادر نبودن. نفری قادر بود که ایمان نداشته باشه در این کارها. در همون وقتا نفری در کار بود که ایمان و وجدان هیچ نداشته باشه. فقط همین پول بگرده بکشد ملت چه. برای روزها همین خیلی آدم در کار بود. رحمانوف یکی از همونا شد. یکی از همون سرسپورتای روزها شد دیگه. در آمدن در خود دوشنبه چند تا روسا کشتن. خود حکومت رحمانوف برای پدیش کشان زیاد شدن. چند تا زنهای روسا کشتن و اینا فیلم برداری کردن، ثبت کردن که در تاجیکستان یعنی ملاها، یعنی ملا و دیگر حزب نهضت فلان و بیمدان جمع شدن با مقابل روس جنگ کردیدن. روسیه را عصبانی کردن. گفتن که منطقه شون کجا دست؟ گفتن منطقه شون در همین رشت وای غرب و همین جا تاجیکاباد همین جا دست. گفتن بیاد هم تیارا را بخیزانین. گفتن تیارا را خیزاندن، بمباران کردن مردم. خانه‌های مردم آردیس کردن. کودکان مردنه، همه را کشت. بچونان بمباران کردن همین مردم غرب و همین رشت فیض‌آباد همین جا را که رفتشان گم کردن. مردم آسایشته را کشتن. بعد او لغت کردن، شکار کردن. و اینا بسیار فیدنگرند. فیدنه را شیطان میکنه. یعنی که دانشمند شخصی میشود که فقط دانشش برای مردم استفاده میشود. شما یک معلم نگاه کنید. معلم وقتی که درس میده دانشش برای دیگران میدهد، یعنی که از شاگردانش چیزی محتاج نیست. یعنی که از شاگردانش وای نیست که این شاگردان باید که چی عملی را برای اینا انجام بدن. این فقط هر روز میرود در ذهنیتش، در آرزوش یک وای است که اگر شما یگان کس پداگوگ باشد، این نقض درک میکنه در اینجا. پداگوگ مردم همین است که فقط میخواهد که دانشش به دیگران تقسیم کنه. دانشمند هم همین نفری است که میخواهد دانشش فهمیشش به دیگران تقسیم کنه. روشن فکر همین آدم است. شیطان و آدمی است که میخواهد که اینه با این جنگ بیاندازد، فتنه بیاندازد، منافع خودش فکر کند. منتظر فقط منافع خودش است. یعنی که رحمانوف همون شیطان است. شیطان از دانشمند از آدمی دانا فرق میکنه. دانا یک نفری است که چیزی که در خود داره در دیگران میآموزد. فقط خیر دیگران را میخواهد. فقط در اطرافش دیگران را میخواهد که دیگران هم به مثل این روشن فکر بود. السلام علیکم. میبخشه کمی روشنی میانداخته درباره همین وضعیت تاجیکستان از چی خیلی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک برگه که شدن یک سوال دیگه. وقتی که اپوزیسیا افغانستان آمد، شما 12-13 ساله بودین، برای چی ایقا سبلوی نوری، میرزا جگا، تایجان، علی، دیگه
همش اپوزیسیون. برای چی؟ ویبر شید در ویبر عموما میگن که این مینا در امامعلی دشمن و زوری. برای چی؟ همه که اپوزیسیا و روزانی اومد یگانتاش سخن نکرد که ویبر نوحکشی او که زور بدن اومدن او که اپوزیسیا کلون اومد که دادرونی و عروجه دادرون دشنبه هم پولکوش بودن در همه جا. برای چی سخن نکردن که ویبر نوحکی را همون جوازوری میگفتن که دایی دست نمون. سلام علیکم آقای شرافیدین. بخشش یک سوال دیگه برادر، همین درباره تاجیکستان کمی همه شد معلومات میدادید که همین کارهای نوی کروسیا ها را همه را ایناو کردن، آدمای نو موندن به گفته خودشان و چی گفتنی بودن و دیگرها را و زید سعید را با 26 سال زندان کردن. با امروز یک مادر حجابدار را با 9 سال در همین باره یک کمی همه شد معلومات میدادید که اینها چی نیت دارن و چی مقصد دارن و میگویند ارمیه 1 ساله شده است. همین درست است یا نه؟ در همین معلومات دیگه برادر اهل اسلام ما هم برادران شما جان را برای شما فدا میکنیم. در این سال وقتی که حکومت در دست گرفت و در رقابتش هم دیگر حزب نهضت هم نبار آمد و اون سال عبدالله خدا رحمتی عبدالله نوری خیلی یک نفری بودن که خیلی دوراندیش بودن و چطوری که من از بسیار معلومات ها من با معلوماتی خود پیگیری میکنم، زیادتر طرفی اپوزیسیا کوشش میکرد که صلح بندن. اپوزیسیا زیادتر کوشش میکرد که صلح بندن، ولی رحمانوف چی فکر داشت؟ فقط میگفت که باید اپوزیسیا پاک کشته شود. رحمانوف هیچ وقت طرف صلح نبود. طرف صلح یعنی تشکیل کننده صلح بگیم یک قدم آورنده صلح کی بود؟ عبدالله نوری بودن، خدا رحمت مغفرتشان کنه. اون بسیار یک آدم دانشمند بودن، بسیار یک آدم عالم بودن، خیلی در مسئله صلح فکرهای آزاد داشتن. اگر که شما از همون اپیزود تماشا کنید از رفتی سخنرانی همین عبدالله نوری خدا رحمتشان کنه میفهمید که چقدر آدم دانشمند بودن. یعنی قدم های صلح اینها گذاشتن. اینها دیگر سازمان ها را دعوت کردن که رحمانوف گوید که از این آدم کشی دست بردارن و سببی در اجلاسیه 16 سال 1990 برگزار شد. همین هم کی کرد؟ همین هم عبدالله نوری در اونجا چیکار کردن؟ گفتن که ما چیکار میکنیم؟ بگذار همین رحمانوف شود و همین رئیس شورا شود و ولی دست از کشتار مردم بردارن. ولی چنین نشد. وقتی که اینا در رئیس شورا شد با سوار تانک توپ ازبکستان و روسیه شد آمد مردم کشت. شروع کردن مردم کشی از شروع کرد. یعنی که امروز که اون نفران نخواستن دیدن که غیر قانونی است و ولی نگذاشتن، اینه که سبب بود که در خود همین وقت در خود همین سال اینها رحمان شیطان است این دیگر یک ابله هست با شیطانی و با دروغ و با حیله و نیره گفت من تا سال 2004 پرزیدنتی میکنم به همین تمام این دیگر زمان قدرت با شما دیگر ماندگی اینا برید. ولی چنین نشد. وقتی سال 2004 شد نیستی مخالفان را گرفتن چیکار کردن؟ پشت ترمه بردن، نیستی دیگرش کشتن، نیستی دیگرش نیست نابود کردن، نیستی دیگرش گرفت برفت و خارج از تعقیبات جنایی رحمانوف و کنستیتوسیا را گرفتن. سال 2003 تغییر ایلاوه ها وارد کردن. وقتی تغییر ایلاوه ها در کنستیتوسیا وارد کرد مهلت پرزیدنت اگه آوردن 7 ساله. وقتی 7 ساله آوردن 2006 شد.
تا سال 2006 تمام مخالفانی که بود همش تازه کرد، همش کشت، محکم کرد، از دیگر جا دزدید آورد در کشت محکم کرد. دیگر چی شد؟ دیگر از دست رفت، پریشان کرد اپوزیسیا را. اپوزیسیا دیگر جمع شده نتونست از اون سال. و از اون سالی که 2006 فقط چیکار میکنه؟ هر نفری که در مقابلش حرف میزند با کشتن غارت کردن این آدم مشغول است. مال مردم هم میدزده. اگر یک نفری که تجار باشد بگه که رحمان فقید تو یک دزدی کردی، این فرزندت از من آمده هر ماه 500,000 200,000 و 100,000 دلار طلب کردی، این غارتگری است. اگر چنین یک رفت نسبت رحمانوف یا حکومت رحمانوف گپ زند، در حال مال و ملکش از دستش میگیرن، یا آدم در بدر میسازن. و همین خاطر بسیار اپوزیسیای تاجیکستان از همون وقت پراکنده شدن و پریشان کردن. و انشالله که امروز تمام مردم سرجم شدن، مردم یکجا شدن و انشالله که انقلاب شروع میکنه و این رژیم که با ظلم و ستم با قتل و کشتار در سر موش آمدگی است و انشالله که این رژیم از بین میبریم. انشالله که رحمانوف با اون بمب‌هایی که در غرم و طویل دره و در اینجا از دیگر خلق ملت ها استفاده کرد، بالای مردم کشت و دخترها را دست به ناموس دختر و خواهر و مادرها زد. انشالله که این جواب راشه خوب بدید، جوابی دندان شکن ما برای این آماده کردگی هستیم. مرحمت برادر عزیز، دیگر سوال باشد. چیوا که شرافالدین گدایف همون مجاهدا را تروریست میبره و در خلق مجاهدا را شمرو کرده است. امی امام علی تپک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشه که شرافالدین، زنده باشه. خداوند نگهبانت باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشین که شرافالدین. خداوند رحمت کنه، گذشتگان تا شایسته جنت کنه. خداوند عمر دراز که زبان تا دراز کنه، درای حق همه خانه خوب گوزنید. همه محل همه مردم خلق تاجیک با ناموس انشاءالله میخیدن همش برپا. آکا شرافالدین میباشه. همه چند قدر ذکر بودن از تاجیکستان برای مرحله قوات کردن گرفته اومده. بخشش برادر عزیز، خطاب کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقدار شرافالدین سوال داشتم، اگر جواب داده توانید همه مقصد درباره تاجیکستان یگون چند باره گفته که یگون چه جواب نمیدیم فقط انشالله برادر تاجیکستان 24 در نظر داشته باشین. انشالله از سازمان های بین المللی ما خطای خود روان کردگی هستیم و انشالله که این خطا را انشالله برسونن. انشالله که برادر آزاد میکنن. اروپا یک کشوری هست که آزاد و تمامی جنایت های رحمانوف خوب میداند. انشالله که و تاجیکستان استرداد نمیکنن. و در مسئله او برادر گفتن چند از تاجیکستان دزدید باری خدا رحمتی کردید و جمعرالی کردید. انشالله برادری از اینا وقتی که ساعتش بیاد بعد میفهمی که چند قدر دزدی کردیم و چند قدر دزدی کردن. اینا وقت ساعتش بیاد انشالله که بعد میفهمی که چقدر یک وقت خدا رحمتی را گناهگار میکردیم. با امروز آمدیم طرفی ما گناهگار کردیم. این فیدنای شما باید تا که ادامه بکنن. خیلی انشالله وقت ساعتش میاد بعد اینا میفهمی که کی را دزدی کردگی است. به همین خاطر وقت ساعتش بیام کلموش شانسلا را بگو خوب خچه تیار کنه. وقت ساعتش قریب بعد در نزد مردم یک تا برآمده گپ میزنه که چگونه چه خیلی دزدی کردگی است. و برادر عزیز در مسئله مجاهدا چرا امروز مجاهدا را حکومت رحمانوف سیاه میکنه؟ برادر عزیز ما امروز هر نفری که برای آزادی ملت، آزادی مردم تاجیکستان حرکت میکنه اونا یا تروریست میگه یا اکستریمیست میگه یا یگان وای دیگه میگه. من مکتب حقوق خواندگی هستم. من دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان درباره همین پدرلعنت‌های وزیرها و فرزندای همین حرامخورای همین خواندگی هستم. من همه این پدرلعنت‌ها را میدونم. همه فرزندای حرامخورای همین را میدونم. همکورسای من بودن همین بیشورش.
همین حرامخورا هم کوچای من بودن. امروز رفته نمیدونم معاون پروکرور و سود با نقل میکنن چون که از کی چند هزار گرفتیم، از فلانی اوورد 50,000 داد، 20,000 داد، یک پرونده روز کردم اینقدر داد. یعنی من مکتب حقوق خواندم، امروز من اکستریمیست میگن. من یک نفری بودم در تاجیکستان تجارت کردم که در یک سال 25 میلیون سومانی در بودجت تاجیکستان وارد کردم. در یک سال. چی رسد به اون مردمی که آزادی میخواهد؟ دیگر مردم در گناه نیست که گناه قطیبار کنی مردم دیگر اون مردمی که آزادی خواهد و بیچاره دیگر هیچ گناه نیفتن بالاش بزنن، مجبورن که تروریست بشن برای پشت پنجره محکمش کنن، مجبورن که 4 نفر در پیش مردم کفن دستگیر کنن محکم کنن به گناه. ظلم خشون در نزد مردم نشون دادند که ما ظالمیم، ما ظلمکاریم. کسی که ما در طرف ما انگشت نشان میده ما به مثل همینا چی میکنیم؟ اینا را پشت پنجره میبریم. برای همین امروز که هر نفری که برای دینش میخیزه، برای آزادی وطنش میخیزه، برای حجاب خواهرش میخیزه، برای ریش برادرش میخیزه، برای نفرانی که بسی 18 سالگی نرسیدن برای اینا میخیزه، هر نفری که حمایت از 10 قانونی که در ضد دین اسلام آمده است حمایت میکند که بر ضد مسلمانان این تطبیق نشد، برای این میخیزد، اینها در راه حق هستند. واقعیت حقشون طلب میکنند، باید بکنند. حق کنستیتوسیونیشون است. قانون برای اینا مقرر کردگی است. یک اولاد دوز اتئیست میآید بالای مردم قانون نانوشته خانواده خودش تطبیق میکنند. زنی فاحشه رحمانوف اگر بگد که همین قانون باید همین خیلی شود، سرمنی در پارلمان قبولش کردن. این چی است؟ این همون سیاست های غلیظ رحمانوف است. امروز میخواهد که در نزد جامعه مردم را سیاه کند، مردم را ترساند که پشتیبانی از دیگر جا گیرد. ولی ما شما باید این زیادتر استفاده بریم که رحمانوف است تروریست. در تمام شبکه‌ها بنویسید کاریکاتورات پرتایی که این پدر لعنت است تروریست. مردم آزادی خواهند، مردم تاجیکستان آزادی میخواهند. ما مردم تاجیکستان قربان تروریسم گشتیم. حکومت ما یک حکومت تروریستی و اکستریمیستی است که در رقاب دموکرات فعالیت میکند. 4 تا تروریست، 4 تا ابله سر حکومت نشستند. اینا باید خوب مردم فهمونن که تروریست اصلی این رحمانوف است. تمام شبکه‌های ادنکلاس فیسبوک همه ده پانک که تروریست رحمانوف است، تروریست وزیرای رحمانوف است، فرزندای رحمانوف است، دامادای رحمانوف است. اونها تروریست. این مردم راه حق میخوان، راه عدالت میخوان، میخوان در تاجیکستان آزادی باشد، میخوان در تاجیکستان شکوفی باشد. این مردمی سازنده هستند. مردم تاجیکستان مردمی بننگ هستند، با ناموس هستند. در ناموس اونا چرا دست درازی میکنند؟ برای همین امروز مردم این ابله، این رحمانوف خدازاده با این راه واسطه میخواهد چیکار کنند؟ بدنام بسازند. انشاءالله او رحمان خداوند رحمان و رحیم است. ما و شما را در یک انقلاب آزاد و یک انقلاب بسیار مهلتش هم کم و پیروز میگرداند با کمترین قربانی و با کمترین وقت. انشاءالله این رحمانوف از سر قدرت دور میکنیم. فقط جوانمردی، توانمردی، مردانه در مقابلش برآمدن. تمام یک پدرلعنت پرده ترس که درانده واقعا میبینین یک موش است. رحمانوف در نظر من یک موش میتوه، یک موشک، یک کلموش است. هیچ من این انسان حساب نمیکنم. این پدرلعنت افسوس که یعنی نیست، یعنی یک مرد نیستن. افسوس که اینا مرد نیستن. یعنی 10 نفرش در مقابل یک مبوره 10 نفرش در زمین با پشت میغلطن. نیست این مردی نیست. یعنی رحمانوف با 10 دامادش میآید.
مرد نیستن اینها، زن هستن، یک مورچه هستن، یک موشک هستن. هیچ کس نیستن اینا. فقط یک دیل در کنن، دیل. این دیل تو را باز کنن، یک در پیش یک ظالم یک مورچه می شود. هیچ کس نیستی پدرملت. فقط برای ترس مردم ترسونده، برای فریب، برای نیرنگ، برای شیطانی مردم ترسونده. هیچ کس نیست. شما همین شجاعت در دیتون بگید. هر شما شیر هست، همین شیر شما را بدور کنند در کره. همین شیراتون را بدور کنید، نترسین تمام رحمانوف میشکنند. نترسیده حرکت کنند در کره. دلاورانه، مردانه، هر طرف پیروزی است برادران. نمو در میدان هستیم. بیاییم قبط به قبط درست بستیم. انشاءالله او رحمان این میشکندیم. یک مایوس است، یک بوزک است رحمانوف. باید که از این حرفا و از این تمغه باید نکنیم. بگذار هر چیزی که میگه گفتن میگیرد. ما رحمان نمیریم، کلابانه باید انجام بدیم. تمام و سلام. مرحمت برادر عزیز، دیگر سوال باشه. Здравствуйте, Шарафиддин. У меня такой вопрос. А вы отдаете отчет себе о том, что вы сейчас рассказываете здесь? Кто вас спонсирует? Как это все? Вы хоть можете объяснить? Спасибо. Слушайте, курица, блин, сначала научи по-русски, потом разговаривай. Хорошо? Урод. برادر عزیز، همین مردم خودشان مبلغ گذاری کرده ایستادن. همین مردمی که در همین زیلا هستن، شما اگر نشنوید، ندیدید، همین مردم بیچاره خودش کمک میکنه. هر کاری که ما میگیم از مردم پرسان میکنیم که آی مردم، ما هیچ سری پیش هیچ کس سرخم نمیکنیم، میخوایم همین انقلاب ملی انجام بدیم با دستان خودمون. ما این مردم است به ما کمک میکنه. این اگر شما خواهید دانید، اینا فهمید که این مردم مظلوم خسته شدن از این دیشون، این مردم کمک میکنن، میخوان انقلاب کنن. این مردم با جانای خود قربانی میکنن. کمک این طرف باشد. این مردم امروز خیتن، امروز ظلم شدت بالا شد، جان خود قربانی میکنن، نه اینکه مال خود. ظلمی که از جانب رحمانوف شده است، دیگر برای ملت چی شده است؟ یک سنگ وزمین بالای ملت آمده است که ملت هر چیز زودتر میخواد از این ظلم خلاص شود. این اتحاد و اتفاقی که ما ساخته با کمک همدیگر ما پیش رفتیم. ما همدیگر کمک کردیم، ملت کمک کردیم، مردم مظلوم کمک کردیم، یتیم ها را کمک کردیم که از این ظلم ظالمی، این پدرلعنت رحمانوف آزاد شود. مرحمت برادر عزیز، دیگر سوال باشه. برادر جان شرافالدین، یک سوال دارم. همین از نمودی حاضره مبارزه ما شما روزی هستید یا کمتر یگون نابودی میشود، یگون نابودی میشود از نمودی مبارزه؟ تشکر برادر عزیز. من خیلی از مردمی باننگ با شرف تاجیکستان خیلی راضی هستم، چون که بسیار دوستان، بسیار برادرایی که امروز در قطار ما بر آمدن ولی خفیه هستن، گپ نمیزنن، حرف نمیزنن، خیلی کارا را انجام انشاءالله که باوری دارم که سربلندانه موفقانه ما پیروز میگردیم. پیروزی ما انشاءالله هست. من بسیار راضی هستم. که ما انقلاب از مردم راضی هستم. من از مردمی که امروز اطراف ما جمع آمدن، از این مردم راضی هستم. و از مردمی که نه آمدن دیگر در وسایل اخباری آمدن کمک میکنن، اینم از این راضی هستم. هر نفری که در مقابل این ظالم حرف میزنن من راضی هستم. واقعا من هیچ جای ناراضگی از این مردم ندارم. مردم ظلم دیدن، مردم بسیارش فهمیش ندارن، مردم سطح دانش سیاسیشون خیلی پایان است. این چی است؟ این عیب هر یک نفر است، دیگر عیب جامعه است. این ظلم ستم رحمانوف است، نتیجهش است. ما در آینده میخواهیم که ذهنیت مردم یک کمی در مسئله فرهنگ سیاسی بالا بریم. یعنی به مردم اجازت بدهیم که مردم
از سیاست‌های دولت باخبر باشد، در مقابل دولت در کارهای خطاش حرف زده تواند. اگر دولت یک کاری خطا انجام میده باید که گوید که وای وزیر تو این کارت خطا است، وای دپوتات تو این کاری خطا کردی، وای تو رئیس ناحیه چرا زمین فروختی. این حرف زده تواند در مقابل. ما یک مفکوره بیاریم در یک ذهنیت، یک فهمیش در مغز سری مردم جا کنیم که مردم در آینده طلب کرده تواند. و امروز من تا امروز که مبارزه بردیم و امروز که جمع آمدیم، این زیاده از 600 نفر ما شما الان صحبت داریم، 600 نفر فقط آنلاین. ممکن شاید در اینجا زیاده از 1,000 نفر حضور داشته باشند. این هم مبارزه است که ما شما امروز هر روز اطلاعات میگیریم، اطلاعات پخش میکنیم، اطلاعات گرفتیم، اطلاعات پخش کردیم. من از این خیلی راضی هستم. من آینده بینی خیلی خوشبینم. من خیلی خوشبینم که این انقلاب هر چیز زودتر انجام یابد. شاید شما بعضی چیزها رو نبینید، نفهمید، ولی ما بسیار چیزها رو در این داخل کار کرده برآمده ایستادیم. اینجا بسیار جوان مردها هستند، بسیار شیر مردها هستند، بسیار مردایی هستند که حرف نمیزنن که در عمل انجام میکنن. مردمی خفیه زیاد هستند. من خیلی از اونها راضی هستم. انشاءالله که ما مردمی بناموس هستیم، با فرهنگ هستیم، با وجدان هستیم. این همه را میبینیم. انشاءالله در دردی مردم، در غمی مردم میرسیم. ناامید نباشیم، جسورانه، دلپرانه باید حرکت کنیم. انشاءالله رحمان. مرحمت دیگر سلام باشه. السلام علیکم اکا. من همی برادری تاجیکستان 24 میشم. همی کاری که شما میکنین کنم جدا اکا همه همی خطا با فکر ما اکا. برای چی که اپوزیسیون بخشش برادر سلام علیکم اکا شرافیدین. میبخشین کمی هم تحصیل میکنین که از چی سبب شما وطن خود را ترک کردید و دیگه جا رفتید و مادر خود را و زن و فرزند پدر رو و شما یگان جبر شد یا یگان نافهمی شد بین شما و امام تپک. برای همین کمی معلومات میدادید. برادر صبر کم و گپ شد زنه پیش پرتیک من میدروی اون گپ شد زنه یک از خلاص کنه چی گفتنیم دو مرده میدرویم خیلی منیم آدمی هم دولتی که میبرو گپ زنه نمیونی که یک برادر در باره گفت من برادر کدام آدمی میشم یا دوشنبه 24 گفتم. انشالله برادر عزیز اگر که شما واقعا برادرش باشین، برادر اون کس باشین، واقعا اگر برادرش باشین فکر نکنم چون این حرف زده باشین برای ما. و انشالله که برادرش هم نیستیم و کدام نفری هستیم که مقصدهای تفریق اندازی داریم. و برادری که در مسئله که سبب چی شد که از تاجیکستان برآمده. برادری عزیز من دیگر خیلی میگم برای شما. امروز یک من در بیرون کشور نیستم. امروز زیاده از 2 میلیون مردم تاجیکستان بیرون از کشور هستند. 2 میلیون شهروندی تاجیکستان ظلم دیدن. اون ظلمی که من دیدم من یک نفرم. ولی به مثل من صدها نفر برآمدن. صدها بالاشو چون این یک ظلم شد برآمدن. ولی همه اونا امروز خاموش هستن. من برآمدم با جرأتم برآمدم. با آن چیزی که بالای ما صورت گرفت و آن غم مردمی که دیدیم ما بالای این برآمدن. من برآمدم به خاطر آزاد کردن وطنم از این ظلم، از این مشکلات. و بهر این وطنم گفتم که مادرم هم ترک میکنم، مهاجرت میکنم، هجرت میکنم تا وطنم آزاد کنم. هجرت هم این خود چی است؟ جهاد است. هجرت کردم، هجرت میکنم برای وطنم، بگذار این وطن از این دجالان آزاد باشه. ما امروز هجرت هم میکنیم، مبارزه هم میبریم، ولی در مبارزه عقب نشین نمیکنیم.
من همون زد میخواد از که در ماشین سکورس همون سکورسی زد میخوادم شکستگی است. من فقط پیش حرکت میکنم. من فقط مقصدم از گذاشتم فقط در مقابل رحمان حرکت میکنم. من از هیچ چیز هیچ جای سستی ندارم که رحمان رو بالای حمله بیارد که بیاد که این من از مبارزان دست بکشم. من وعده کردم، من قسم یاد کردم، من وعده کردم که برای این ملت تا آخر میروم، یعنی تا آخر میروم، بگذار در این راه کشته شوم تا جایی که میتونم، تا جایی که میتونم سخنم با گوش شنوایی که پیدا کنم، در گوش این شنوا سخنم گویم، حرفم برای این مردم گویم، تا لحظه که اصلا مردم رو دعوت میکنم، تا لحظه که جان دارم به مثل همون استاد بزرگوار در همین راه میروم. همون لحظه که جانم برآمد باز میگویم که شما بیروید برسید. باید برای این ملت قربان شویم. قربانی ارزش دارد، برای این راه ارزشمند است. باید برای این ملت دل بسوزانید، دل خود بسوزانید، ناموس خود بیدار کنید، جان بدهید برای اینجا و برای آزادی، برای این مردمتون که امروز زیر ظلم قرار گرفتند، زیر بدبختی قرار گرفتند. مردم از زیر این بدبختی بکشید. من برآمدم، مقصد گذاشتم، در این مقصد هم میروم. فرق ندارد که مالی منم میگیرد، هر چیزی که منم گرفتم، برای این فرق ندارد. برای من امروز رفتم بالای مادری مظلوم کردم، بالای برادری مظلوم کردم. این مشکل نیست. چرا؟ یک مادری من تنها نیست، مادر شما مادرای من هم هست. آی برادر، برادری تو برادری من است که در زندان است. برادرای شما که امروز در زندان، برادری من است، برادر ایمانی من است. اون خواهرایی که بالای شما تجاوز می شود، اون خواهرای من است. اون برادرایی که لط و کوب می شود، اون برادرای من است، برادر ایمانی من است. اون پدری که بالاش شته زده می شود، اون پدری من است. من برای این ملت، برای این مردم برخیستم، نه برای خودم، نه برای مادری خودم. من فکر شخصی ندارم، مقصد شخصی ندارم. مقصد من مقصد ملی است. زیر منافع ملی جمع آوردن این مردم است. تا وقتی که جان در بدن است، در مقابل این حکومت رحمان رو حرکت میکنم، دعوت میکنم، تا آخران نفسی که میکشم در این راه. اینا نزد شما وعده میدیم. اینا من نزد خدا وعده کردم، نزد شما وعده میدم اینجا که من تا وقتی که هستم در مقابل این ظلم پدر لعنت رحمان رو چیکار میکنم؟ حرکت میکنم. بیایید فقط یک دست شوید. اما حضرت عمر علی قوت فن خدا رحمت و مغفرتش کنه، در وقت جان دادنش فقط طرف بچهش تبسم کرده. شما کدام آدم دیدید که در وقت جان دادن تبسم کنه؟ تبسم کرده است، سرش پایان کرده است، دستش مشت کرده است. من آمودم که برای این ملت قربان شوم. من آمودم که در مقابل این بدبخت تا آخر حرکت کنم. فرق نداره کیلر میاره، چیزی میاره در مقابل من، پروایی ندارم. چی اعلام میکنه، چی اعلام نمیکنه، شب روز کیلراش از پشت من میگردن، فرق نداره. من در مقابل این بدبخت تا آخر میروم.
شما جمع شوید، یک دست شوید، یک مشت شوید. ما و شما با هم قوه بزرگیم. امروز همه ما و شما ظلم دیدیم، همه ما و شما جبر دیدیم. از همین خورد، از همین کودک تا از گوهرت تا پیران سال امروز از رحمان جبر دیدیم. نفری نیست که از این پدر لعنت، از این دجال جبر نبیند. یک برق برای شما نمیتد. این ظلم نیست؟ همون کودک گوهره بدگی شما لرزیده خواب میرود، این ظلم نیست؟ اون نصفه پیش راش نمیبیند، میغلطد در زمین پایش میشکند، این ظلم نیست؟ این ظلم است برادران. این یک ظلم من برای شما گفت آوردم. هزار ظلم هست به مثل این برای شما ظلم شده است. این ظلم برای یک من نیست که من خواستم. این ظلم برای تمام مردم است. برای همین امروز باید که ما اتحادی را از دست ندیم. هر کسی که در بین ما تفریقه می اندازد همون دشمن ملت است. می براید و مردم ناامید می سازد همون دشمن ملت است. یگانه امروز برادرها اتحاد اتفاق، مسلمان ها با اتحاد اتفاق دست بالا شدند. ما مردم مسلمان با اتحاد اتفاق دست بالا می شویم. و انشاءالله برادرای عزیز من در همینجا صحبت‌های خدمت به انجام می رسانم و از همه شما خواهش میکنم که در حق استاد بزرگوار خدا رحمتشون کنند، عمر علی قوت دعای خیر کنند. خیلی استاد گرامی در این راه زحمت کشیدن، برای غم ملت زیاد میخوردن، همیشه از درد ملت صحبت میکردن. در حق استاد گرامی شهید رای الله دعا کنید و برادرای عزیز، برادرای ارجمند، انشاءالله در حق ملت، در حق مردم مظلوم تاجیکستان دعا کنید. انشاءالله من باوری دارم، من بسیار باوری دارم این مردم شیرمردن، این مردم شیردلن. ولی یک بوزک اومد این مردم با فند و فریب میانشش کرد، با دروغ، با ترس میان این ملتش کرد. انشاءالله این مردم، این شیرمردم بیاین ما همه یک جا شدیم، جمع شدیم، این قبط به قبط جمع شدیم برادرها. انشاءالله حرکت شروع میکنیم، حرکت میکنیم. این ملت آبروش در دست من و شما است. ما و شما جوان هستیم، باید این ملت آباد سازیم، فکری سازندگی داشته باشیم. ما آینده سازی این کشور را فکرش داریم که آینده این کشور را بسازیم، یعنی آینده درست بسازیم. ما یک رژیم بد داریم، یک رژیم بهتر میخوایم بسازیم. انشاءالله دعا کنیم که ما و شما در این راه پیروز شویم، جوان مرد شویم، مردی و مردانگی را از دست ندیم. من بسیار امید دارم از جوان مردای تاجیکستان. منم یک جوان مرد از شما هستم. فقط امروز برآمدم در بین شما، دعوت کردیسم، در میدان برآمدم، صدا کردیسم. از هر یک شما امید دارم من، از هر یک قلبای روشن شما. همه شما جوان مردی، هر در دل شما شیر هست. شیراتون یک کمتر بیدار کنیم. انشاءالله که رحمان موش میتواند در نظر شما. باور کنیم دوستان، چگونه که در نظر من رحمان یک موشک است، یک ابله هست، همون خیلی میتواند. همین شما هم شیرای دلتون را بیدار کنیم. انشاءالله و رحمان دعا کنیم در حق هم دیگر. و انشاءالله که برادرای گرامی، در حق برادرایی که در زندان ها هستند و راه های گوناگون زیر فشار و تهمت رحمان قرار گرفتند، در حق اونها هم دعا کنیم که ما و شما بتونیم به درد اونها برسیم. در حق خواهرانی که ظلم شده در بالاشان، در حق اونها هم دعا کنیم که از ظلم بیرون بشوند، صبرشان بدن. و انشاءالله که برادرها در حق مردم دعا کنیم که مردم شیرمرد شوند، دلاور شوند، تا اینکه از ظلم از طریقشان دور کنند. و انشاءالله برادرای عزیز دعا در حق تمام برادرایی که از ما و شما امیدی سرجم و اتحاد شدن این ندارن، این بکنیم. انشاءالله دعا کنیم که هرچی در فرصت کوتاه و در وقت کوتاه ما این انقلاب به دست بیاریم. انشاءالله برادرای عزیز در همینجا صحبت‌های خدا با پایان میرسونیم. خداوند همه شما را در حفظ امان خودش نگه بدارد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا شرافالدین، ما یک گروه جوانان از غرم میخواستیم با ما فهمانده دیه شما برای چی که شما در راه الله گپ میزنین، دموکراتیا میخواین، همین را با ما فهمانده میدادید و باز درباره مرگ رحمتی علی بیدر کمتر دیگر فهمانده میدادید. انا چی باز درباره بچه های در سیریا در دیگر دولت ها جهاد کرده ایستادن، همینش رو هم فهمانده میدادید. این درست است در راه الله هست یا که نیست؟ یا برا میمونه خواه میره بعد سوال میدادی گاوی چی تو بابشین. هزار رحمت برادر شرافالدین.